آموزش سرتاب زدن. تابلمون رو اندازه سرتابلمون لخ میکنیم که انقدر و اون که 50 هست با سرتابل 50 میزنیم. نمره سوراخش هم هستش که مثلا شما بخواید پیچه M10 یا M8 یا M6 ببندید، قطر سوراخش رو به همون اندازه گیری میکنید و پرس هیدرولیک که دستی هستش و لقمه هاش بعد که سوراخ کردید خیلی آسونه میندازید داخلش و مثل این نمونه تاش که قشنگ واسه مس 2 تا ساز آلومینیوم 3 تا چون آلومینیوم کش میاد، مس کش نمیاد، ثابت سرش همین شکل میزنید میره. کار آسونی، یه ذره فاصله داخلش هستش که مثل ترتمیزی کار